با سلام. در این بخش از مجموعه آموزش راه رفتن انسان موضوع کینتیک مفصل هیپ رو مرور میکنیم. بحث ما در مورد کینتیک هیپ در پلن ساژیتال خواهد بود. از ابتدای سیکل شروع میکنیم، جایی که نقطه صفر سیکل هست و هیل کنتکت اتفاق افتاده. نمای شماتیک اون رو ملاحظه می‌فرمایید. هیپ در حد اکثر فلکشن قرار داره و زانو در حال باز شدن کامل هست. از این لحظه تا نقطه 30%، یعنی تبدیل شدن اندام به این حالت، چه اتفاقاتی در مفصل هیپ میفته؟ نمودارهای مربوطه رو ملاحظه می‌فرمایید. این هیپ ماست و این هم لحظات 0 و 30% سیکل. مشخص است که در کینماتیک حرکت اکستنشن رو شاهد هستیم. در این حال میدونیم که مرکز ثقل در این فاصله به سمت جلو و بالا حرکت میکنه. نیروی این حرکت رو اکستانسورهای هیپ تأمین میکنند. پیک ممانع اکستانسوری که به این شکل تولید میشه رو اینجا ملاحظه می‌فرمایید. پس ممانع ابتدایی هیپ ممانع اکستانسوری هست که پیک اون رو در دابل ساپورت اول شاهد هستیم. هرچند این ممانع اکستانسوری تا رسیدن به نقطه 30% به تدریج کاهش نشون میده، ولی تا 30% اکستانسوری باقی میمونه که با توجه به حرکت همجهت مفصل منجر به تولید پاور در این بخش از سیکل میشه. از 30% تا 50% سیکل، یعنی اینجا رو با هم مرور میکنیم. اگر فقط هیپ رو در نظر بگیریم، در کینماتیک این مرحله ایجاد هایپر اکستنشن هیپ هست. این هایپر اکستنشن همراه هست با افزایش طول فلکسورهای هیپ که اونها با انقباض همزمانشون برای کنترل هایپر اکستنشن باعث تبدیل ممانع اکستانسوری 30% ابتدایی به ممانع فلکسوری میشند که در حول و حوش 50% سیکل به حد اکثر خودش میرسه. انقباض فلکسوری همراه با اکستنشن مفصل منجر به جذب انرژی در مفصل و ایجاد پیک پاور منفی در این بخش از گیت میشه. پیک ممانع فلکسوری هیپ در این بخش از گیت یکی از اتفاقاتی هست که اندام رو به سمت جلو هدایت و اون رو آماده وارد شدن به سوینگ میکنه. مهمترین نکته این هست که این تولید حد اکثری پاور در هیپ کم و بیش همزمان با تولید حد اکثری پلانتار فلکشن در مچ پا هست. این همزمانی و هماهنگی بین هیپ و مچ باعث هدایت اندام به جلو و تأمین نیرو و انرژی با بازدهی حد اکثری برای راه رفتن هست. از 50% تا پایان استنس، یعنی 62% سیکل، روند فلکشن هیپ شروع میشه. ممانع فلکسوری به تدریج کاهش پیدا میکنه، ولی تا پایان استنس فلکسوری باقی میمونه و ترکیب ممانع فلکسوری و حرکت فلکشن باعث پیک تولید پاور در مفصل میشه که ملاحظه می‌فرمایید. به این ترتیب پاور در هیپ در ابتدا و انتهای استنس مثبت هست که نقش مهم این مفصل رو در تأمین انرژی لازم برای حرکت نشون میده. اولین پیک پاور صرف تأمین انرژی پتانسیل برای بالا بردن مرکز ثقل بدن به وسیله اکستانسورهای قوی این مفصل میشه و دومین پیک رو فلکسورها برای رانش اندام به جلو تولید میکنند. ورود به سوینگ مصادف هست با رانش قوی و پر انرژی اندام به جلو که در کینماتیک با فلکشن هیپ مشخص میشه.
هرچند مومان در ابتدای سوینگ کماکان فلکسوری هست، ولی در اواسط سوینگ به صفر میرسه و مرحله تولید پاور در این مفصل هم به اتمام میرسه. از اواسط سوینگ لازم هست که اندامی که به سمت جلو رانده شده مهار بشه که این کار کسی نیست جز اکستانسورهای هیپ. با ترمز این عضلات روند فلکشن هیپ متوقف میشه. مومان اکستانسوری رو به افزایش میذاره و به خاطر حرکت محدود مفصل فقط مقدار کمی تولید پاور رو خواهیم داشت. به این ترتیب مومان اکستانسوری حداکثری هیپ رو در دابل ساپورت اول صرف کنترل همزمان حرکت رو به جلوی اندام و به بالا و جلو راندن مرکز ثقل میشه و مومان حداکثری فلکشن در 50% سیکل انرژی لازم برای رانش رو به جلوی اندام رو فراهم میکنه. در نقطه 30% سیکل تبدیل این دو مومان به هم اتفاق میفته و در انتهای دابل ساپورت اول و دوم دو پیک تولید پاور رو ایجاد می کنند. امیدوارم این ویدیو رو پسندیده باشید. ویدیوی بعدی بحث کینتیک زانو رو مورد بررسی قرار میده که امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیره. از شما تشکر میکنم.